سلام عزیزای دلم، خیلی خوش اومدید به کانال خودتون موندارا تاروت. من ماهبانو هستم، انرژی خان و تاروت ریدر شما عزیزای دلم. امروز میخوایم ببینیم که چه چیزایی قراره به زندگیتون در آینده نزدیک وارد و چه چیزایی قراره از زندگیتون خارج بشه. بریم ببینیم که چه چیزهایی قراره به زندگی عزیزای دل من که این انرژی خانی رو میبینن وارد بشه. بچه در مورد انرژی خانی این کانال بگم که هر زمان که شما ببینید از همون زمان برای شما ست میکنه. اینجوری نیستش که مثلا من بگم یه تایم خاصی داره، شما اگر الان نگاش بکنید دیگه برای الانتونه و بعدا ست نمیکنه. نه، شما میتونید چندین سال دیگه اینو نگاه بکنید و برای همون زمان شما در واقع ست میکنه. خب بریم ببینیم که چه چیزایی قراره به زندگی شما وارد بشه. خب بچه من دارم میبینم که یه شخصی، یعنی در واقع 2 تا شخص رو من دارم میبینم که یکیش عنصر آب و کوچکتر از شما هستش، تیرابان اسفند، و یکیش عنصر خاک و بزرگتر از شما هستش، دی شهریور اردیبهشت. قراره به شما پیشنهاد در واقع عشقی بدن و قراره که 2 تا بیزینس یا کسب و کار رو شما به طور همزمان شروع بکنید و پیش ببرید و در هر دو هم قراره که موفق بشید. قراره که شما در واقع یه سفر آبی رو داشته باشید یا ممکنه به جزیره خاصی سفر کنید. حالا جزیره‌ای که ما بیشتر بهش سفر میکنیم خب داخل ایران که کیش هستش. سفر آبی این شکلی رو من دارم براتون میبینم. ممکنه که تصمیم بگیرید به یه جایی که در واقع آب داره برین نقل مکان کنید و در اونجا زندگی بکنید، مثل شمال کشور، جنوب کشور، و قرار از 2 منبع مالی در واقع سود خوبی رو ببرید. من در اینجا دارم براتون میبینم. عنصر وجودی خودتون هم امکان داره خاک باشه، یعنی همون اردیبهشت، شهریور و دیماه. بیشتر به رنگ‌های قرمز ممکنه علاقه داشته باشید. ممکنه که به کلاه گذاشتن سر خودتون توی عکس‌ها علاقه‌مند باشید و ممکنه که ورزش خاصی مثل ژیمناستیک یا یوگا، حرکت‌های خاصی که یوگا داره رو انجام بدید، چون بدن منعطفی من دارم میبینم. اندام متناسبی دارم برای شما میبینم. برای اون 2 تا شخصی که گفتم به زندگیتون قرار وارد بشن، اون شخصی که عنصر خاک داره اندام ورزشکاری خاصی داره، به طبیعت هم بسیار علاقه داره. ممکنه که یه پرنده خاصی هم داشته باشه یا یه حیوان خاصی هم داشته باشه. مثلا ممکنه پرنده داخل منزل داشته باشه یا یه دونه اسب مثلا داخل یه جایی داشته باشه که اسب سواری بکنه. اینا هست، من براش میبینم. خب بریم ببینیم که چه چیزایی قراره که از زندگی شما عزیزای دلم خارج بشه. چه چیزایی قراره از زندگی شما عزیزای دلم خارج بشه؟ چه انرژی هایی، چه موضوعاتی، چه چیزهایی قراره از زندگی شما خارج بشه؟ خب
ممکنه که یه عشق قدیمی که در واقع از زندگی شما خارج شده بود به زندگی شما دوباره در واقع وارد بشه با یه خبر و تماس، پیام یا زنگ. اما این دفعه شما هستید که دیگه نمیخواید ایشون وارد زندگیتون بشه، چون 2 تا کیس خوب دیگه‌ای دارید پیش روتون که حاضر نیستید که دوباره به اون عشقی که قدرت و تمام روح شما رو تسخیر کرده بوده دوباره برگردید. نمیخواید. ممکنه که این عشق قدیمی عنصر آتش داشته باشه، فروردین، مرداد، آذر. ممکنه که این عشق قدیمی که گفتم دوباره برمیگرده ولی شما دیگه نمیخواین وارد زندگیتون بشه، در واقع متاسفانه به شما خیانت کرده بوده. دیگه نمیخواین این اتفاق براتون تکرار بشه و دیگه دل بهش نمیسپرین، چون کیسای خیلی بهتری در انتظارتون هستش. ممکنه که یه مسافرت قدیمی برید، یعنی به یه مکان قدیمی، یا مسافرت قدیمی به یه مکان قدیمی برید در واقع، یا یه مکان تاریخی که خیلی لذت میبرید از اونجا، یا یه باغی که ممکنه برای خودتون داشتید و در اونجا گل و گیاه بکارید و بشینید و لذت ببرید، آفتاب بگیرید. بچه‌ها خیلی براتون افتاده که از گربه ها به شما خیر میرسه. یعنی چی؟ اینجا گربه داریم میبینیم، اینجا گربه داریم میبینیم، اینجا همینطور، اینجا همینطور. از گربه و پرنده به شما خیر میرسه. حالا چجوری این خیر میرسه؟ اینطوری که شما میتونید با غذا دادن به گربه ها یا آب براشون بذارید با غذا در واقع خیر ببینید. یه کارمای کاری که به طور ناخودآگاه ممکنه رو زندگیتون افتاده باشه و از قصد نکرده باشید از زندگیتون بره بیرون. پیشنهادایی که داره بهتون میده توی این اوراکل ها. و بعضیاتون حتی با کوتاه کردن موهاتون ممکنه که این کارمای بد از زندگیتون بره بیرون، چون اینا یه سری رمدی هستن که انجام بدین برای شما در واقع خیر رو به همراه میاره و اون کارما و سنگینی که روی زندگیتون هستش رو از بین میبره. یعنی وقتی که شما میخواین در واقع به گربه غذا بدید یا پرنده هم خیلی برای شما اینجا خیر داره، یا به پرنده غذا بدید، در واقع این رو نیت بکنید به نیت رفع کارما و انرژی‌های منفی و جذب انرژی‌های مثبت به زندگیتون. یکی از چیزهای دیگه که به شما در واقع پیشنهاد شده این هستش که حتما زیر نور خورشید قرار بگیرید. حتی شده برای دقایقی 5 دقیقه، 10 دقیقه، 1 رو زیر نور خورشید حتما قرار بگیرید، چون خورشید واقعا انرژی داره که شما رو رفرش میکنه. خیلی بهتون پیشنهاد شده نور روز که از خورشیده. برای پاکسازی محیطتون از عود استفاده بکنید. بعد اینکه نوشیدنی خاصی رو برای خودتون تهیه کنید که برای آرامش هستش. حالا میتونه بادرنج بویه باشه، میتونه هر کسی خب به یه نوشیدنی در واقع علاقه داره که باعث آرامشش میشه. برای خودتون حتما این رو تهیه کنید، در روز استفاده بکنید. بچه اینا همه در واقع به نوعی رمدی هستن. گیاه کاشتن، گل کاشتن، اینا در واقع همه رمدی هستن که شما به جهان هستی و کائنات میدین و باعث میشه که یه سری اتفاقات از سر شما گذر بکنه و به جاش اتفاقات بهتری جایگزین اون بشه. اگر داخل محیط خونتون
باغچه‌ای چیزی ندارین که بتونین چیزی رو بکارید و آب بدید در واقع به اون گل و گیاهتون، داخل گلدون داخل خونتون حتما بذری رو بکارید که جوانه بزنه، شما بهش آب بدید، جوانه بزنه و در واقع این رو به کائنات میدین که دارم حمایت میکنم از تک تک موجودات جهان هستی، با حیوانات، با غذا دادن بهشون، با گلها، با حتی غذا درست کردن توی منزلتون، چشیدن غذا. اینا همه در واقع رمدی هستن که این رو به کائنات میدین که من هماهنگ با کائنات و خدمت دارم به کائنات میکنم و کائنات هم به خدمت شما در میان با این کارها. خیلی دوستتون دارم، امیدوارم که از این انرژی خوانی هم لذت برده باشید. یه دنیا عشق بهتون. لطفا کانال خودتون رو لایک و سابسکرایب کنید و برای من کامنت بذارید که چه انرژی خوانی هایی رو دوست دارید که براتون انجام بدم. یه دنیا عشق بهتون. تا یه انرژی خوانی دیگه، فعلا خدا نگهدار.